گاهی فکر میکنم واقعا رشد یعنی چی؟ هر روز هدف جدید مینویسم ولی آخرش نمیدونم چرا حس میکنم عقب‌تر از دیروزم. میدونی یه مدت فکر میکردم اگه فقط انگیزه داشته باشم همه چی درست میشه، ولی اشتباه بود. هیچ وقت انگیزه از آسمون نمیفته. باید خودت را بیفتی تا انگیزه دنبالت بیاد. قبلا از ناراحتی فرار میکردم ولی حالا یاد گرفتم احساساتم دشمنم نیستن. گاهی باید واقعی باشی، نه مثبت مصنوعی، چون رشد از صداقت شروع میشه، نه از تظاهر. هیچ دانه یه شبه درخت نمیشه. رشد یعنی صبر، یعنی تکرار، یعنی ادامه دادن. اونایی که یه شب موفق شدن، سالها تو تاریکی تمرین کرده بودن. وقتی همه چیز سخت میشه، یعنی داری نزدیک میشی. فقط یه قدم دیگه. اون روزایی که هیچ انگیزه‌ای نداری ولی بازم ادامه میدی، همونا رشدت میدن.